گفتم خانواده من محال راضی بشن، اون موقع که میگفتی میدونم. حالا چی شده خودتو به ندونستم میزنی؟ پردیس من اون موقع مشکلم فقط خانوم بود، الان مامانته، باباته، 1000 تا مشکل دارم الان. من گفتم خانوادم نه مادر جون. خانوادم یعنی همه. خیلی خوب تو راست میگه. الان چیکار کنیم؟ وای باز میگه باید چیکار کنیم؟ خب چی بگم پردیس؟ الان وقتشه بیای جلو و از من خواستگاری کنی، میفهمی؟ الان وقتش نیست واقعا که فکر نمی‌کردم انقدر ترسو و بی‌دل و جرأت باشی. پردیس اگر الان بگن نه ممکنه کارم هم از دست بدم. آها کم کم داره معلوم میشه چیزایی مهمتر از منه. من فقط میگم باید حساب شده بریم جلو. تو عاشق من نیستی. هرچی تا حالا گفتی چرت و پرت بوده. پردیس من عاشق تو نیستم. نه عاشق واسه رسیدن به عشقش از همه چیز خودش میگذره. با یه دنیا میجنگه که عشقشو به دست بیاره. تو ترسوتر از اینی که بخوای عاشق باشی.